تا حالا فکر کردی قبل از اینکه اینستاگرام و یوتیوب رو داشته باشه مردم برای سرگرمی و خبر چی کار میکردن؟ داستان تولید محتوا خیلی طولانی تر از چیزیه که فکر میکنی. از رادیو گرفته تا پادکست، هر کسی میتونه با یه موبایل تبدیل به یه تولید کننده محتوا بشه. بیا چرخه تولید محتوا رو با هم مرور کنیم. این چرخه فقط تغییر تکنولوژی نیست، این چرخه تکامل انسان محتوا سازه. پس یه چایی بریز، خوب به حرفم گوش کن، چون قراره بریم به سفری 70 تا 100 سال. بحث اول اون عصر رادیوه، زمانی که صدا فرمان روا بود. سالهای 1920 تا 1950. مردم توی خونه هاشون وسیله‌ای نداشتن که دائما سرگرمشون کنه. نه تلویزیونی بود، نه اینترنتی. رادیو شد اولین رسانه‌ای که مردم رو به هم وصل کنه. تو این دوران داستان‌سراها پادشاه بودن. گوینده های خبر چهره های محبوب جامعه بودن. و مردم هر شب ساعت مشخصی رو منتظر برنامه‌های رادیویی میشستن و دور هم جمع میشدن تا سرگرم بشن. و این دقیقاً اولین شکل محتوای مصرفی جمعی بود. و اینجوری بود که اولین اینفلوئنسرها گوینده هایی بودن که صدای گرمی داشتن که مساوی میشد با محبوب شدنشون، یا داستان‌سرایی که مردم رو میخندوندن، مشابه کاری که الان استریمرها و یوتیوبرها انجام میدن. حالا شاید بپرسی درآمدش چجوری بوده؟ و دیگه هم سوال خیلی خوب پرسیدی. تبلیغات. جواب تو تبلیغات. برندها پول میدادن تا اسمشون وسط برنامه گفته بشه. یعنی دقیقاً چیزی مثل اسپانسری امروزی. حالا فکر می‌کنی چرا این دوره مهمه؟ باید بگم که چون مردم برای اولین بار یاد گرفتن محتوا ارزش داره. رسانه مصرفی میشد، پس رسانه درآمد داشت. بعد از رادیو انقلاب تلویزیون شکل گرفت و اینجا بازی بود که محتوای تصویری وارد داستان شد. تلویزیون تجربه جدیدی خلق کرد. سالهای 1950 تا حوالی 2000 رادیو فقط صدا داشت، اما تلویزیون گفت بذار تصویر هم اضافه کنیم. از همینجا بود که سریال ها به وجود اومدن، مسابقه ها هیجانی تر شدن و کلی برنامه گفتگو محور معروف شد مثل تاک شو. و دقیقاً پشت سر این موضوع تولد سلبریتی ها شکل گرفت. یعنی بازیگرا، مجریا و خواننده ها تبدیل شدن به چهره های جهانی و این اولین موج شهرت مدرن بود. خب معلومه که تولید محتوا نسبت رادیو خیلی سخت‌تر میشد. برای ساخت یک برنامه کارگردان، تصویربردار، نورپرداز، صدا بردار، ادیتور، نویسنده و کلی آدم دیگه نیازه. و در واقع تولید محتوا فقط دست کسایی بود که امکانات داشتن. مشخصه که هر کسی این امکانات رو نداشت، مثل دوربین و این چیزایی که الان گفتیم. و درآمدشون چجوری بوده؟ خب تلویزیون سلطان تبلیغات شد، به خاطر اینکه میتونست تبلیغات پخش کنه، در واقع تصویری پخش کنه و مثل رادیو دیگه نبود. و اینجوری بود که هر ثانیه تبلیغ مساوی میشد با هزاران دلار درآمد. بعد از تلویزیون وارد عصر اینترنت میشیم که محتوا آزاد میشه. اینجا همه چیز عوض شد. سال 2000 اینترنت جهانی شد و وقتی که اینترنت به وجود اومد مردم فقط مصرف کننده نبودن. هر کسی میتونست محتوا بنویسه. اولین موج تولید محتوا به دست مردم شروع شد، مثل وبلاگ‌ها، انجمن‌ها و خبرگزاری‌های آنلاین. اینجا بود که کاربرها قدرت گرفتن. امکان نظر دادن، مشارکت و ارسال پست باعث شد تولید محتوا دموکراتیک بشه. یعنی قدرت محتوا از دست رسانه‌های بزرگ خارج شد و به دست مردم عادی رسید.
و اینجا دیگه درآمد اینترنتی شکل گرفت که وبسایت‌ها به واسطه تبلیغات گوگل و شرکت‌های مختلف درآمد داشتن. و بهتر اینو بگم که این دوره پیش زمینه‌ای بود برای یوتیوب. بعد از شکل گرفتن اینترنت و ظهورش، شبکه‌های اجتماعی وارد داستان شد و اینجا بود که محتوا خیلی سریع‌تر شد. بعد از سال 2010 فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و بعدتر یوتیوب شکل گرفتن و پدیدار شدن. این شبکه‌ها باعث شدن محتوای کوتاه بیشتر از محتوای طولانی بشن، ویدیوهای ساده تولید بشن و مردم عادت کنن محتوای سریع ببینن. کریتیو اکونومی همون اقتصاد خلاق متولد شد و اینجا بود که برای اولین بار تولید محتوا یک شغل شد. بلاگر، یوتیوبر، ولاگر، اینفلوئنسر و استریم. و اینجوری بود که انواع درآمدهای جدید شکل گرفت، مثل تبلیغات پلتفرم‌ها، اسپانسر، فروش دوره، همکاری با برندها و درآمد از بازدید یوتیوب که با مورد آخر ما بیشتر آشنا هستیم. و اینجا بود که الگوریتم‌ها وارد کار شدن. الگوریتم تصمیم میگیره چه کسی دیده بشه. این یک جور انتخاب طبیعی دیجیتال بود. مثل اینکه شما یک چنل یوتیوب میزنی و ویدیو تولید میکنی و آپلود میکنی و منتظری که دیده بشی و در واقع درآمد کسب کنی. جدا از این بحث میخوایم وارد عصر امروزی بشیم، یعنی یوتیوب و تیک تاک. چرا یوتیوب برتر شد؟ به چند تا دلیل خیلی مشخص و واضح. یکی اینکه درآمد ثابتی داره، دو اینکه مرجع خیلی خوبیه و زمان و سبک ویدیو دست خودته. یعنی هر وقتی دلت خواست میتونی ویدیو تولید کنی، استراحت دست خودته و تایم ویدیو هم دست خودته. و برعکس برنامه‌های دیگه که استوری ریلز پاک میشن، ویدیوها توی یوتیوب ماندگاری داره. یعنی ما ویدیوهایی داریم که از 8 سال پیش، 9 سال پیش هستن و هنوز هم ممکنه دیده بشن. و بعد از اینا تیک تاک و ریلز بازی رو سریع‌تر کرد. ویدیوها کوتاه‌تر شدن، وایرال شدن راحت‌تر شد و محتوا بیشتر حسی شد تا آموزشی. و اینجا بود که هر حرکت کوچیک میتونه تبدیل به ترند جهانی بشه و خالق محتوا شدن یه سبک زندگی شد. افراد عادی با یه موبایل ساده میتونن درآمد ماهانه میلیاردی داشته باشن. همونطور که گفتم امروز محتوا شخصی شده. الگوریتم میگه هر فرد یک تلویزیون کاملا شخصی سازی شده در اختیار داره که شامل فیدهای اختصاصی و صفحه اکسپلور. من اینجا رو تصویر براتون یه جدول میذارم و خوب بهش دقت کنید. یه سوال میپرسم، چرا اسمش چرخه تولید محتواست؟ یک جواب ساده داره، چون مراحل تکرار میشن. رادیو فقط صدا بود، تلویزیون تصویر اضافه کرد، اینترنت کاربر اضافه کرد، شبکه‌های اجتماعی الگوریتم و در نهایت امروز همه اینها به اضافه درآمد، تعامل و سرعت بهتر. اما اینو بدون که هدف از اول یک چیز بوده. انسان دنبال داستان، ارتباط و سرگرمی و محتوا فقط ابزارش عوض شده. خب این هم از چرخه تولید محتوا از 70 تا 100 سال پیش تا امروز. ما امروز تو دوره‌ای هستیم که هر کسی میتونه تولید کننده محتوا بشه. ولی این آخر راه نیست. ممکنه در آینده یک سری چیزایی بیان وارد داستان بشن که حتی از یوتیوب هم جلو بزن. مثل اون زمانی که همه فکر میکنن رادیو و تلویزیون آخرشه، ولی آخرش نبود. حالا تو بهم بگو، به نظرت آینده تولید محتوا قراره چطوری باشه؟ مرسی از نگاهتون و اگر دوست دارید تو قسمت‌های بعد یکی از مباحث رو چرخی بزنیم، حتما تو کامنت‌ها بهمون بگید. و تا ویدیوی بعدی در چرخه الفتای این کشف فقط یک حرف. با امید دیدار.